ولی صحبت‌های خیلی نقطه‌های خیلی مهم بود. الله سبحانه و تعالی این چنین صفی برادرهای ما را زیاد بکند و این مشایخ رو ابو حلیمه، ابو عبدالرحمن و شیخ حنیف و دیگر برادران ما را الله سبحانه و تعالی حفظشون بکند. خیلی صحبت‌های قوی بود و بخصوص در حق بنده خیلی مفید بود که من استفاده کردم. خیلی استفاده کردم. جزاکم الله خیر. و یک نکته رو نگفته نماند که و بخصوص در حق ما هجوم ها خیلی زیاد است. برای همین ثابت بودن خیلی ضرور است. سبب چیست؟ سبب این است که دعوت ما مساحتش بزرگتر است نسبت به دعوت شاید بعضی ها. ما از یک طرف هم به تاجیکستان مشغولیم. امروز ببینید سگان اردوغان، بندگان قرضاوی، یک جماعت خبیثی که مثل رافضه ها نقاب کشیده خاموش نشسته میشیش یک چند سال، امروز خواستند همه یک جای ما را تکفیری از یک جانب اسما و صفات حرکت کرده مجسمه گفتنی اند و فقط طعنهشان جاهل، احمق، تکفیری و ما را شب و روز گفته شدند که شما کافرید. صدام صحبت کردید و شب و روز با ما نشه کسی برآمد و کشتش. بخشش کسی برآمد کشتش بود. بهتره. و شب و روز طعنه اینها رو ببینید. تو در عباره خواندنت ضعیفی، تو جاهلی، تو کافری. ما رو کافر میگه به خاطر اینکه ما آنها رو میگیم که بال مدلید، گمراهید، یا به خاطر اینکه قرضاوی رو گفتیم که زندیق کافر بود و ما از این گفتن شرم هم نداشتیم، پنهان هم نکردیم. چیزی که هست ده ها کتاب است منتشر کردیم و بالاخره باور کنید مثل سگ‌های وحشی دیوانه شده اند. از این طرف یک جماعت، از این طرف جماعت‌های حزبی توجیک، از این طرف آذری‌های توجیک، از این طرف ملحدای توجیک، از این طرف طاغوت توجیک و غیره. زیاد است. از طرف دیگر از افغانستان ما داریم آذری‌های افغانستان، از طرف دیگر بعضی اشاره ها از ایران، این رافضه ها که تاجیک های فروخته شده رافضه ها از اینجا هستین، خوبسای مشرکین. از جانب دیگر ببینید دیروز درباره ازبکستان 3-4 روز پیش صحبت کردیم که چه مشکلی های به سر برادران موحد آورده شده. علمای ازبکی این جهمی های اشاعره و ماتوریدی اهل سنت و الجماعت رو مجسمه تکفیری گفته، از همه جا گرفته به زندان انداختن و به این کار مشغول. و از جانب دیگر مساحت دعوت ما در بین برادرهای کافکاز و در روسیه مثلا. و برای همین در این راه ما باید شب و روز از الله سبحانه و تعالی کمک طلب کنیم که الله ما را در این راه انتخاب کرد که بیایم دعوت کنیم، اختیار کرد از بین بندگانش که دعوت کنیم. اکنون ما باید دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی ما را ثابت قدم نگه دارد. ثابت قدم ایستادن برادران عزیزم، ثابت قدم ایستادن، به شبهات های اینها داده نشدن. و بخصوص طالب علم ها، طالب علم ها چلی که برادر عزیز ابو لقمان گفتند، باید قدمشان، پاگذاریشان، یعنی ثابت ایستادنشان به مانند کوه احد باشد. چلی که من عقیده به یک عقیده را در اساس قرآن و سنت فهم سلف و اجماع سلف هستید، به این غر و غوغاهایی که در گرد و اطراف شما می شود از طعنه و تهمت و دروغ و اهمیت ندهید. برای چی؟ برای اینکه هر کسی که در مقابل شما ایستاد غیر از طعنه و تهمت در مقابل شما دیگر هیچ چیز قادر به گفتن نیست، دانید که همون شکست خورد. زیرا که شما قال الله، قال الرسول و قال الصحابه و التابعین میگید، اما آنها باشند نفسشون میگد ای تو جاهلی، ای تو احمقی. چی بگویند؟ چی بگویند؟ دیگر چی بگویند؟ بر ضد آیات‌های قال الله یک مقاله طولانیه که من به اونها رد زدم، در اینجا شیخ ابو عبدالرحمن در گروه مدرسه گذاشتن. آنها ما را گفتند که جهمی های تاجیک، ابو محمد و باقی مانده ابوها اینا تکفیری اند. برای چی؟ برای آن که ببینید سلف صالح میگویند که به گناه های کبیره تکفیر کرده نمی شود. اینها تکفیری اند که قرضاوی یا دیگر قبر پرستا را تکفیر میکنند. خب کدام حد جاهلند؟ در نزد اینها شرک اکبر، کفر اکبر به مانند گناه کبیره است، یا غیر از گناه کبیره به مانند زنا و آدم کشی و شرابخوری دیگر گناه در نزد اینها وجود ندارد. یعنی اینها تا به حال توحید اصلا نفهمیدن و شرک اصلا نفهمیدن. الله المستعان. و البته وقتی که اینا رد زدیم باز میبینیم که دیوانه شده اند و
میخواهند اثبات کنند جهالت ما رو. یعنی ببینید من در همون مقاله ده ها آیت رو آوردم برای اثبات کردن اینکه الله در قرآن غیر از گناه کبیره دیگر گناه را هم ذکر کرده که این شرک اکبر و کفر اکبر است و خود الله تکفیر کرده و نمی بخشم گفته و باب مرتد هست گفته. آیت ها رو بیارم زیاده از 10 تا. آنها چی گفته میدونید؟ خوارج ها کسانی هستند که آیت می آورند. از این هم ضلالت هست برادر عزیز. حدیث بیارد میگه که خوارج ها حدیث میارن به اینا یگانه راهی که اینها قبول میکنن دین شما رو از عالم جهمی کافر زندیق خبیث نجیسی سگ اردوغان قرضاوی و امثالش اگر دلیل بیارید قبول است. اما قول الله بیارید اینا میگن مجاز است و این صفت خوارج است. خوارج قرآن خودش میگیرد میگه. لیکن البته که ما به این کارها اهمیت نمیدهیم و ما قول الله گرفته روان هستیم، زیرا که الله در این روی زمین بندگان دارد. الله در این روی زمین بندگان دارد که حق خواه و حق فهم است و باذن الله به همین واسطه ما حق ظاهر میکنیم. و امروز البته که به اون کانال خواهرا میرویم، در اونجا شرح حدیث و بعد از شرح حدیث رد سوم به اینها میشود. رد دوم رو دیروز کردیم در همین مسئله، بله، گناه کبیره و غیر کبیره. رد سوم میشود در مسئله اون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که سخن پیامبر که در صحیح مسلم آمده است که من قال لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما. اینا میگن که در اساس همین حدیث هر کسی که یک کس کافر گوید کافر میشود. 100 ملحد مسلمان گو اما یک کافر نگو میگه. خیلی نوشته برآورده. ما جواب میدیم که معنای این حدیث چی است. خوب به دقت گوش میکنید. ان شاء الله میفهمید که همین شبهات خیلی زیاد است. همه جهمیان میگن من قال لاخیه یا کافر فقد باء به احدهما. اینا کافرند، این تکفیری و کافرند، برادرشون کافر گفتن خودشون کافرند. در اینجا پیامبر لاخیه گفته است. هر کسی به برادرش، یعنی کدام به برادر کی است برای ما؟ سوره آبا به ما میفهمد که برادر ما کی است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. صحبت در اونجا دوام میتیم. اهلا و سهلا برادر عزیزم. حفظكم الله. برادر شیخ ابو علمه خاموش بکش. تمام شد.